شبکه تیمور میدیا تقدیم میکند. طبق خبرهای رسیده دو زاده ناحیه دروازه تاجیکستان در جنگ اوکراین کشته شدند. به گفته مقامات محلی جمشید خدویف خولو و شهرت عبداللهیف شهروندان روسیه بودند و با شرطنامه در ارتش آن کشور خدمت میکردند. جانب روسیه در این باره رسما چیزی نگفته است. میگویند در درون تانک سوختند. سید برهان عبدالرحمنزاده رئیس ناحیه درواز 4 مارت برای رادیو آزادی گفته است درباره کشته شدن دو زاده ناحیه در جنگ‌های اوکراین خبردار شده به نزدیکان آنها همدردی بیان کردند. با گفته عبدالرحمنزاده جمشید خدایی و شهرت عبداللهیف شهروندان تاجیکستان نبودند. درباره کی و در چه شرایط کشته شدن دو زاده ناحیه درواز معلوماتی مشخص در دست نیست. رئیس ناحیه درواز میگوید خبر یافتند که یکی از فسیدگان راننده تانک بوده است و گویا در درون تانک سوخته است. جسدش را هم نیافتند. سید برهان عبدالرحمنزاده افزود رسما از جانب مقامات روسیه یگان درخواست نگرفتند. سوریا شویوا هم رئیس جماعت قلعه خون ناحیه درواز برای رادیو آزادی گفته است سن جمشید خداییف و شهرت عبداللهیف از 40 بالا است و 10-12 سال پیش همراه عائله‌شان به روسیه کوچیده بودند. یک منبع دیگر برای رادیو آزادی گفته است شهرت عبداللهیف چند روز پیش با همسرش تلفنی گپ زده گفته است در جنگل در محاصره میباشند. درباره مرگ این زاده تاجیکستان معلوماتی بیشتر در دست نیست و از جانب تاجیکستان و روسیه در این باره معلوماتی رسمی پیشنهاد نکردند. این هم هنوز معلوم نیست که آنها به تاجیکستان آورده میشوند یا در روسیه دفن کرده میشوند. مقامات روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 500 نظامی این کشور در جنگ اوکراین کشته شدند. جانب اوکراین تلفات ارتش روسیه را حدوداً 6000 نفر اعلام کرد. جمشید خدایی و شهرت عبداللهیف اولین زاده‌های تاجیکستان هستند که خبر مرگشان در اوکراین تصدیق می شود. از سال 1996 به این طرف میان تاجیکستان و روسیه نظام دو شهروندی عمل میکند. بر اساس این سند شهروندان تاجیکستان میتوانند تبع روسیه باشند یا برعکس. سالهای اخیر صدها نفر از تاجیکان تلاش کردند شهروندی روسیه را صاحب شوند تا به گفته خودشان از پرداخت پاتنت و تعقیب پلیس آزاد شوند.